برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با عرض سلام و احترام تمام به یکایک شما تماشابینان عزیز و گرامی، برنامه امروزه دیدگاه را برایتان تقدیم میکنم. امروز ما درباره نشست‌های مطبوعاتی پیروان پیشوا کودن‌ها صحبت میکنیم. کمدی کودن‌ها در کتاب‌های درسی، کتاب‌های مکتبی میانه، یک حکایه قدیمی هست. پادشاهی احمق، یک پادشاهی که کودن است، دایم وقتی که به گپ در آمد گپ‌هایش انجر منجر پست و بالا میبراید. وقتی وزیر همه این را میبیند، کوشش میکند که یک راه یابد که پادشاه وقتی گپ زنیش نظارت کرده شود و گپ‌های پست و بالای از پروتکل بیرونیش کم شود یا که نشود. وقتی که مهمانان خارجی میبیایند، وزیر به پای پادشاه ریسمان میبست. ریسمان را به گونه میبست که به چشم مهمانان ننماید. هر وقتا که پادشاه گپ‌های غیر پروتکلی را سر میکرد، گپ‌هایش انجر منجر میشد یا یگان گپی حرف ناجای میگفت، وزیر درحال ریسمان را میکشید از پایش. پادشاه میفهمید که گپ‌های غیر پروتکلی یا که گپ‌های از موضوع بیرون و گپ‌های احمقانه‌اش برآمده ایستادند و پادشاه خودش را جمع کرده میگرفت و از وضع ناگوار میبرآمد. همین طور این حکایه خیلی جالب است، میتوانید از همون کتاب‌های درسی مکتب‌های میانه دریافت کرده خوانید. حالا دوامش به بحث امروزه ما، به صحبت امروزه ما که دخل ندارد، ما همینجا در باره این حکایه بحث میکنیم و درباره موضوع همین روزه صحبت میکنیم. اینکه کودن‌ها به ریاست کشورها میرسند چیزی نو نیست. تماشاگران عزیز، گیجوی نبینه کودن بالانشین، این چه شوره است که در دور کمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم، گفته خواجه حافظ. در زمان قدیم اگر از همین تاریخ ها خوانده باشید، حکومت میراثی بود و بیشتر اتفاق می افتاد که حکومت به پسر میراث افتاد. یک پسری الکش باشد یا که نرکمند باشد، بی عقل باشد، فرق نداشت. پدر مرد، به جایش همون پسری احمقش یا پسری نرکمندش پادشاه میشد. حالا در این شب روز در زمان ما با وجود کمتر بودن حکومت‌های میراثی هم راه‌های دیگری رسیدن کودن‌ها به حکومت‌ها وجود دارد. برای مثال ابرقدرت، یک کشور ابرقدرت برای کنترل کشورهای خرد و ضعیف به همین کشورهای خرد و ضعیف کودن‌های را به سر قدرت می آورد با تاثیر خودش و او کودن‌ها را تا مردنشان در سر قدرت نگاه می دارد. اگر مردم این کشور سر نبردارند و برای از بین بردن سرنگون کردن این کودن کوشش نکنند، اقدام جدی نکنند، این کودن تا مردنش
به نوی خارجی ها به ابرقدرت ها خدمت کرده می گردد، ملکیت دولتی را می دزدد، غارت می کند، فرق ندارد. با همه خوجه های خارجیش همراه با همون ابرقدرت ها همراه می بیند، فرق ندارد. مردم مرده می رود، فرق ندارد. سرسان و سرگردان، مهاجر در بدر خاک بر سر می شود، فرق ندارد. این باید به همه خوجه های خارجیش در سر قدرت بماند و خدمت کند و شکم خودش سیر باشد، تمام. حالا رسمان در پا حکایه او پادشاه کاودان ابله را گپ زدیم. این حکایه از یک طرف غمانگیز است و از طرف دیگر تماشابینان عزیز خیلی خنده آور هم هست. اما داستان کاودانی که تاجیکان در عصر 21 دارند به مراتب غمانگیزتر و فاجعه بارتر از آن داستان قدیمی است. این کاودان ما در قدیم پادشاه هرچند ابله بود، وزیری دانا داشت که رسمان میکشید و شاه و کشورش را از شرمندگی نجات میداد. در تاجیکستان در عصر 21 شاه کاودان نه تنها وزیر ندارد که به پایش رسمان بندد، بلکه اکثر وزیرانش از خودش بدتر کاودانترند، ابلهترند. نتیجه اش هم این شده است که شرمنده تر، بی آبروتر، مظلومتر و بی حقوقتر از تاجیک در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. در هیچ کجای دنیا. هر سال چند مرتبه صحنه نمایشی کاودانی شاهی این زمانه ما با عنوان نام و کلیچکه های از شاه هم بالا خانه‌دارتری پیشوای و اساسگزار و هاکزای دیگر برگزار می شود. اساساً در عیدها و پیام سالانه پیشوا به پارلمان و حداقل 2 مرتبه صحنه نمایشی سطح وزیران و رئیسان حکومتش در نشست‌های مطبوعاتی 6 ماه یک بار. انا کمدی تماشا میکنید. پیشوا کو البته در پایش نباشد هم سورمنی رسمان دارد. متن برآمد میکردگش در کاغذ نوشته شدگی تیار. چند وزارت کمیته آن را آماده میکنند. اما این خیل هم که باشد در دست ورق هم دارد، نوشتجات هم و آمار رو هم دارد. اما رسمان که در دست هیچ کس نیست، زود او رسمان کنده می شود و شروع می شود نقطه های کلمیناسیونی و خنده‌دار و گریه آور سخنرانی پیشوای معظم و خردمند، پیشوای معظم ملت به قوله. در اصل تماشابینان عزیز خودی متنی که برای این پیشوا آماده میکنن آنقدر رسمان نیست که اقلا آبروی کشور را نگه دارد. متن از طرف همین وزیران و رئیسان کاودان آماده می شود و پر از شرمندگی است. در این امورها را خودشان را سفید کرده، فقط پیشروی ها را بالاخانه دار کرده میفرستانند. این کاودان کلان هم آن را گرفته میخواند. بعد این کاودان ها که همین معلومات ها را خودشان به او کاودان کلان فرستادگان، هر وقت که این امور را میخواند از جاشون برمیخیزند، قرصک میزنند، قرصک. اوه این کاودان واقعا تماما هیچ چیز صرف هم نمیرفت است که همین چیزی دودگی ما را خونده ایستاده است. با میخیزند، قرصک میزنند. کی میکنه؟ از کجا؟
حالا ببینید این کاودن کلان میگیرد شماره ماشین ها، شماره تلفن های موبیلی، دقیقه های مردم گپ زدگیش، پول مردم به گپ زنیش، به اینترنت تو تلفن های موبیلی سپریدگیش را، حاصل پمیدور کارتوشکا را پیشروی تاجیکستان انعکاس میدهد. در پیامش در پیام سالانه هیچ سرخ نمی شود. بعد او کاودن های قطار که این گزارش را برای کاودن کلان آماده کرده از جنبی خزن قرصک دقیقه های بیشمار قرصک. این کاودن کلان هم دند بیخی گوش بسیار خوب بوده است. همین خیلی است. کارشناسان، تحلیلگران، روزنامه‌نگاران و عموما خود مردم در داخل از تنقید و به استهزا گرفتن مسخره بازی های پیشوا پرهیز میکنند، چون که برای این کار میتوانند 10 سال عمرشان را پس پنجره گذرانند. همین یک کمتر تنقید کردی در داخل تاجیکستان یا که یک کمتر نامشان را نادرست گرفتی، حتما پشت پنجره زندان میشی. اما تنقید و استهزا و مسخره وزیران و رئیسان به استثنای وزیران قدرتی چنین پیامد ندارد. بنابراین مردم 6 ماه منتظر میشوند تا وزیران و رئیسان به نشست مطبوعاتی بروند و کشور 2 هفته شاهد صحنه های هجوی و تراژیکمدی ها شود. کمدی ها را حالا میگید که همین حجم‌نگارای تاجیک 1 ساعت حجم میگوین نمیخندی. به بسیارش خنده آدم نمیبیاید. همین اکتورهای از نوبرآمد تاجیک، اکتور نه، هوسکاران نوبرآمد تاجیک مهنت میکنن، ویدیو بر کامera بر 1 سال نیم سال مشق میکنن. بعضی از فیلم های کوتاه مهلت یعنی کم وقت کороткометражні فیلم ها میسازند. جالب نیست. این اکتورهای منصبدار ما همین که به سر ستون رفته شیشتند و به گپ در آمدند، انسانه میخندیده به گپ ها. حالا انا برای همین امسال عجایب شد. عجایب کار این شد که مقامات همه این را فهمیده حرکت کرد که حجم صحنه های مسخره را کمتر سازد و وقت برای سوال ژورنالیستان کمتر گذارد و انا برای همین هم چیکار کردن؟ دیروز چند حالا به یادم بیاید میگویم تقریبا 10-12 وزارت در یک روز نشستی مطبوعاتشان را برگزار کردند. نشستی مطبوعاتی 6 ماهشان را برگزار کردند. 4 مقام قدرتی در یک مهلت ساعت 10 دیروز گذشت. برای اینکه ژورنالیست‌ها سرشان گرنگ شود به کجا رفتنشان را ندانند و به کدام نشستی مطبوعاتی رفتنشان را ندانند و اینها نشستی مطبوعاتی دایر کردم همین خیلی گذرانند. انا همین خیلی قبلا برای کمتر خنده‌خریش مردم قرار گرفتن 2-3 مسخره باز اساسی بیگ صبور و نورالدین سعید از نشست مطبوعاتی کنار زده شدند. همین که اینها برآمدن تمام بود. یگان اختیار لازم نبود. یگان اختیاری نه خندین کمان نه تشریف هیچ کس لازم نیست. همین ها بس بودن. بیگ صبور و نورالدین سعید اونقدر سفسطه میخوندن که برای لطیفه و مسخره تا نشستی آیندهشان کفایه میکرد. سبب اساسی دور زدن آنها هم به نظر ما این بود که پیشوا کاودن کلان از بیگ صبور کتاب خوانده تر و از نورالدین سعید رسیدانتر است
و به درک ابلهی های آنها رفت. فهمید که کاودن کلان اینها نمیشوند. حالا سطح اینتلکت وزیران دیگر یا در سطح پیشوا قرار دارد یا از او بالاتر است. بنابراین این کاودن کلان نمیتواند بداند و به درکش نمیرسد که این وزیران کاودنش چی مسخره های به مردم ارائه میکنند. امسال بر زمین دورسازی بیگ و نوریدین مقامات از گشت تاکتیکی دیگری کار گرفت. گفتم که 12 نشست مطبوعاتی را در یک روز موندند. 4 تا مهمترینش در یک ساعت 10. آیا موفق شدند؟ به مقصدشان رسیدند؟ نه برکناری دو مسخره باز بیکو نوریدین سعید کمکشان کرد، نه گشتی تاکتیکیشان. بار دیگر ثابت شد که اکثر وزیران باقی مانده هم در کاودنی از بیک صبور نوریدین سعید قفا نمیمانند. اکنون به اقتباس بعضی از گفته های کاودن های دیروز برآمد کرده، کاودن های وزیر و کرسی های وزیری نشسته صحبت میکنیم. ببینید دیروز بود، نه 31 ژانویه حرف اساسی را معاون بیک صبور الهام عطایف زد. همینجا الهام عطایف ثابت کرد که شاگرد رئیسش می باشد، از بیک صبور هیچ ماندنی ندارد و می تواند او را برای مسخره بازی در نشست های مطبوعاتی عوض کند. وقتی از الهام عطایف پرسیده شد که چرا اینترنت در کشور ضعیف است، میدونه چه جواب داد؟ گفت که سبب اساسی کمبود نیروی برق است و سبب دیگرش بناهای بلند آشیانه. فهمیدید؟ بناهای بلند آشیانه اینترنت را از این طرف به وی طرف گذراندن نمی‌ماندند. برای همین موج اینترنت سست بوده است. این دوشنبه و عموما در تاجیکستان همین همه بلند آشیانه ترین بنا چند آشیانه است. این در کشورهایی که 80 آشیانه و 100 آشیانه و 120 آشیانه دارد، اینترنت چه خیلی عبور میکرد از این طرف و اون طرف. اکنون الهام عطایف تا دیروز تا نشست مطبوعاتی های نوبتی قهرمان اساسی لطیفه ها در شبکه های اجتماعی بود. اگر دروغ دیروزی دادستان کل و وزیر کارهای داخل نمیشد، شاید الهام عطایف با بناهای بلند آشیانه‌اش که از قضا یکی از ساختمانچیان اساسی آنها رئیسش بیک صبور است، قهرمانیش دوام یافته رفتن میگرفت. حالا ببینید این کمدی های کاودن های بعدی کهنه‌تر شود، با به این کمدی عطایف حتما بر میگردید، مردم هم بر میگردد. نخود بناهای بلند آشیانه سبب شوند که اینترنت سست شود، موج اینترنت. یا بدونید نگاه کنید وزیر فرهنگ چی میگوید؟ وزیر فرهنگ زلفی دولتزاده دیروز در نشست مطبوعاتی وزیر فرهنگ گفت که دستورالعملی لباس‌های زنانه آماده شدگی هستند برای توصیه. لباس‌های مردانه باشند، از بالایشان کار رفته ایستاده است. بعد پور مورد بررسی قرار گرفتن دستورالعمل به وسایل اخبار عامه اطلاع داده خواهد شد و این حال کاربری رفته ایستاده است. گپ وزیر فرهنگ. حالا هممون به نزدیکی بریوک‌های اطلسی میپوشیم، خدا نشان ندهد.
کورتاهای اطلسی میپوشیم. مردها به حال ساخته شدن. نمونه هاش بعضیش در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. اینها همه چیز رو در همین لباس رقص و بازی میبینن. تمام برداشت پیشوای خردمند از فرهنگ در رقص و سرود و پوشیدن لباس خلاصه می شود. به درک خردمندانه این علامه زمان، فرهنگ یک ملت از همین دو چیز عبارت است: رقص و بازی، لباس. وقتی درباره فرهنگ قدیمی و آریایی گپ میزند، بغیر از همین لباس و رقص و سرود هیچ مثال دیگری ندارد. اما این به همین مقدساتش هم صادق نیست. لباس ملی تاجیکانه را عنصر بیگانه اعلان میکند، جای آن یوبکه و بلوزکه و کاستوم و گالستوک را به فرهنگ تاجیکی تبدیل داده است. همین است که وزیران فرهنگش هم موضوع اساسی صحبت‌هایشان در کرته و ازار زنان و گالستوک مردان تمام می شود. موضوع اساسی دیروزه در نشست مطبوعاتی 2 فوریه در مسئله استرداد بازداشت امرالدین علوتشویف بود. کمدیه. نگاه کنید. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، در نشست خبریش گفت که امرالدین علوتشویف بر اساس درخواست تاجیکستان در روسیه بازداشت شد و به کشور استرداد شده است. ادعا کرد علیه علوتشویف این نهاد، یعنی پروکراتوری گنرالی، هنوز سال 2018 پرونده باز کرده بود و برای بازداشت و استرداد علوتشویف به روسیه سندهای لازمی را فرستاده بودند. نسبت امرالدین علوتشویف پرونده جنایتی هنوز سال 2018 آغاز شده بود و در گفتگوی رسمی قرار داشت. در فدراسیون روسیه طبق موادهای استردادی ما او دستگیر گردیده به جمهوری تاجیکستان فرستاده شد. این زمان پرونده جنایتی نسبت او تفتیش شده ایستاده است. انا که نگاه کنید، هنوز از این پاسخ دادستان 1 ساعت هم نمیگذرد رمضان رحیمزاده وزیر داخله یوسف رحمان را دروغگو میبرارد. چخیل یوسف رحمان نشست مطبوعاتی دایر کرد. در همان ساعت رمضان رحیمزاده هم نشست مطبوعاتی دایر کرده شده بود. همین سوالی که به یوسف رحمان داده شد به رمضان رحیمزاده هم داده شد. اکنون رمضان رحیمزاده چی میگوید؟ دقت دید. به سوال خبرنگاران، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در همین باره علوتشویف جواب میدهد، میگوید که علوتشویف از روسیه برگشت خودش و ما او را بازداشت کردیم چون که نسبتش پرونده جنایی آغاز شده بود برای تشکیل ازدحام در شهر خاروخ. دقت دادید؟ برای تشکیل ازدحام در شهر خاروخ. اینش میگوید که خودش آمد، اینش میگوید که او را روسیه استرداد کرد. امرالدین علوتشویف از روسیه برگشت، ما رو دستگیر کردیم چون که نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده بود برای تشکیل ازدحام در شهر خاروخ. انا کنید نگاه کنید. سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی و داماد رمضان رحیمزاده شادی حفیظزاده در شرح این بازداشت میگوید که نسبت امرالدین علوتشویف با ماده گروگانگیری، از آزادی محروم کردن شخص و دیگر عملهای خصوصیت جنایتی داشته پرونده باز کرده شده. او در حبس پیشی که قرار دارد در جستجوی بین المللی پیش از این قرار داشت. کدام ماده ها روز ابداع شده است؟ و از آزادی محروم کردن، همچنین برای صادر کردن دیگر جنایت‌های خصوصیتی
متشکلانه داشته بحث پیشکی گرفته شده. نموده برای صادر کردن این جنایت‌ها در روز جفت قرار گرفت. انا کنون نگاه کنید. پاسخ‌های ضد همین دادستان کل و وزیر داخله تناقض یگانه حرف‌های مقامات درباره علاوت شایف نیست. وزیر داخله رمضان رحیمزاده علاوت شایف را به تشکیل حادثه های خارق متهم کرد، در حالی که علاوت شایف زمان حادثه های خارق در روسیه بود. اینو ببینید. وزیر اکنون داماد وزیر شادی حفیظزاده که ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله را به دوش دارد، میگوید که با اتهام گروگانگیری از آزادی غیر قانونی محروم کردن بازداشت شده است. قبلا وزارت کارهای داخله از خبری در تاجیکستان قرار داشتن علاوت شایف اظهار بیخبری کرده، گفته بود که هیچ نفره با این نام از طرف این وزارت بازداشت نشده است. اکنون همین بیچاره مردم همین این گپ را شنید، به کدام از اینها باور کنند؟ کدام از اینها راست است؟ شما وزیرت، شاعرت، دراماتورگت، اکتیورت، فریبگرت چیت؟ کیت خودتون؟ درباره او پست‌های قدیمه گپ زدم. هرچند خودش کاودان بود، وزیرش دانشمند و یک شخص سنجیده بود. حالا این پیشوای تاجیکان وزیرانش را هم از جنس خودش انتخاب کردگی است. حتی مشاورانش را، یکی از اساسی ترین مشاورانش تا به نزدیکی عبدالجبار رحمانوف بود. این مردک لقب عبدالجبار کابلوک را به خودش اختصاص داده بود. میدونید سبب صاحب شدنش به این لقب زیبا چی بود؟ زمان رکتوری دانشگاه آموزگاری بودنش یک جدولی منم این قدری در دست در درآمدگاه دانشگاه می ایستاد و کابلوک دختران را چن میکرد. کابلوک دختران نی استودنت ها را، دانشجوها را، تا مبادا از 5 سانتی متر بلندتر نباشد. کابلوک دخترها و یوبکه دانشجویان هم اهمیت میداده است. حالا برابر این تماشابینان عزیز به یک چیز باید اعتراف کرد که حقیقت را باید گفت که در این آخرها چند وزیر جوان کاردان هم به وزارت ها تعیین شدگی هستند به قول تکنوکرات ها، اما آنها حتی اگر خواستند کار از دستشان بر نمی آید. خواهند که برای پیشروی تاجیکستان کار کنند، هیچ کار کرده نمیتونند هرچند خواهشش را داشته باشند. هم در تاجیکستان کاردانتر و داناتر بودن از پیشوا خیلی خطرناک است. خیلی خطرناک است. همین پیشوا فهمد که شما خودتان را از او کاردانتر و داناتر نشان داده ایستاده اید، اجلتان پیشه کرد گفتن گرید. همین خیلی نشست های مطبوعاتی دیگر را، کمدیه هایش را انشاءالله نصیب باشد در برنامه های دیگر بگوییم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی
رادیو پیام نقطه نت